یادت هست آخرین باری که وارد جمع شدی هیچ کس حتی متوجهت نشد؟ شاید فکر کردی مشکلت از ظاهرت یا شخصیتته، اما حقیقت اینه تو چیزی کم نداری، فقط راز با کلاس بودن رو یادت ندادن. امشب قراره درباره همون رازی حرف بزنیم، رازی که میتونه نه تنها نگاه بقیه بلکه حس درونی تو رو هم تغییر بده. اول از همه خودتان را درگیر مد نکنید. لذت بردن از مد با خرید کردن لباسهایی که برایتان جذاب هست هیچ ایرادی ندارد، اما از لباسهایی که متناسب اندامتان نیست یا رنگهایی که به شما نمیاد صرف نظر کنید. بنده مد نباشید، چون در این صورت مسخره، وسواسی یا سطحی به نظر میرسید. لباس شما باید شخصیتتان را بالا ببرد، نه اینکه شخصیت جدیدی برایتان خلق کند. این توصیه در جنبه‌های زیادی از زندگی کاربرد دارد، جنبه‌هایی که همرنگ جماعت شدن ممکن شما را تحت فشار قرار دهد. برای شیک بودن کافی کمی هوشمندانه لباس بپوشید. 2. خودتان را با ظاهری تمیز و آراسته متمایز کنید. ظاهری عالی داشتن نیمی از باکلاس بودن است. لباسهایی بپوشید و از زیورالاتی استفاده کنید که خوشایند و مناسب بدنتان باشد. هرگز چیزی نپوشید که با آن احساس راحتی ندارید. شما مجبور نیستید گران قیمت ترین لباس فروشگاه را به تن داشته باشید یا حتی همین لباسهای گران قیمت را در یک حراجی خوب خریداری کنید، بلکه بهتر است به دنبال ظاهری منحصر به فرد و سنجیده باشید. تمیز بودن و بهداشت فردی بسیار مهم است. به طور منظم دوش بگیرید. همیشه در جاهایی که برای اولین بار حضور پیدا می‌کنید با احساس و ظاهری تازه و شاداب حاضر بشوید. 3. لباس غیر رسمی نپوشید. اگر می‌خواهید برای مکان رسمی یا نسبتاً رسمی لباس بپوشید، بهتر است شرایط را به خوبی درک کنید. اگر کمی رسمی تر لباس بپوشید، بهتر از این که لباس غیر رسمی به تن داشته باشید. در مورد عرف و رسوم پوشش جایی که قرار است برید اطلاعات کسب کنید. در صورت سردرگمی از میزبان یا دوستان که آنها هم قرار هست بیایند پرسجو کنید. 4. لباس و پوششتان متناسب با جلوه‌ای باشد که می‌خواهید از خودتان نمایش بدید. خوبه که بخواهید زیبایی‌هایتان را به رخ بکشید، اما جلوه‌گری بیش از حد ممکن است تأثیر منفی داشته باشد. پوششتان را هوشمندانه انتخاب کنید و با آن راحت باشید. 5. در همه حال خوش‌جست باشید. بخشی از باکلاس بودن داشتن جست خوب و زبان بدن مناسب است. کمرتان را صاف نگه دارید. به جای اینکه به پایین نگاه کنید، نگاهتان به جلو باشد و تا جایی که می توانید شانه هایتان را پایین بیاندازید. دستهایتان را روی سینه ضربدری نکنید. آنها را طرفین نگه دارید و سینه تان را فراخ کنید. اگر سرتان را بالا بگیرید، هم احساس با کلاس بودن می کنید، هم با کلاس به نظر می رسید. وقتی هم که نشسته اید قوز نکنید. 6. بددهنی نکنید. بددهنی کردن اصلا با کلاس نیست. اگر دلتان می خواهد بددهنی کنید و فحش بدید، بروید به در و دیوار بد و بیراه بگویید، اما اجازه ندهید دیگران بددهنی های شما را بشنوند، چون آن موقع فرد بی ارزشی به نظر می رسید. اگر هم دلیل توهین کردن و فحش دادن های شما این هست که عصبانی هستید و از کنترل خشم خودتان ناتوان هستید، پس بدانید که این حالت نشان بارز بی کلاس بودن هست. از بددهنی کردن در انظار عمومی، حتی مهمتر از آن از بددهنی کردن نسبت به افراد خاص اجتناب کنید. 7. صدایتان بلندترین صدای جمع نباشد. آیا تا به حال شده در یک مهمانی کسی وارد بشود و به شما بگوید وقتی جلوی ساختمان بودم فهمیدم درست آمدم چون صدای تو را شنیدم؟ پس در این صورت بهتر است صدایتان را پایین بیاورید. همین که صدایتان قابل شنیدن باشد کافی است. فکر نکنید حتما باید فریاد بشید یا صدایتان را بالا ببرید تا حرفتان را ثابت کنید. آرام و ملایم حرف بزنید. حتی اگر در یک جمع شلوغ هستید، این نشانه باکلاس بودن هست، چون این پیام را میرساند که به اندازه کافی اعتماد به نفس دارید و مجبور نیستید داد بکشید تا توجه دیگران را به خودتان جلب کنید. اگر در مورد تون صدایتان تردید دارید، از دوستانتان بخواهید به بلندی صدایتان امتیاز بدهند. اگر امتیازات نزدیک 10 بود، پس حتما تون صدایتان را پایین بیاورید.
8. برای استفاده از تلفن همراهتان آداب خاص و مناسبی داشته باشید. اگر با کلاس هستید پس هر 5 ثانیه گوشیتان را تچ نکنید. وقتی در بین جمعی هستید به ندرت این کار را انجام بدید و تلفن همراهتان را روی ویبره یا تک صدای کوتاه بذارید. وقتی در بین جمع هستید شروع به حرف زدن با تلفن در مورد شخصی ترین مسائلتان نکنید و فقط وقتی تنها هستید با تلفنتان حرف بزنید تا حرفهای کسی رو قطع نکنید مگر اینکه مورد فوری پیش اومده باشد. واقعا بی‌ادبی که داخل یک جمع بذارید تلفنتان هر 2 ثانیه یک بار زنگ بخورد. 9. لحنتان ملایم باشد حتی وقتی عصبانی هستید. وقتی در جمع هستید حتی اگر همسرتان، بهترین دوستتان یا یک فرد کاملا غریبه واقعا خشمگینتان کرده، شما باید یک نفس عمیق بکشید، چشمهایتان را ببندید و آرام حرف بزنید. به طور کلی خونسرد باشید. اجازه ندهید کسی شما را در حال داد و فریاد زدن ببیند. البته سعی کنید در خلوت خودتان هم این کار را نکنید. یادتان باشد اگر داد و بیداد نکنید معمولا بهتر میتوانید حرفتان را بزنید. در مورد میزان درآمد حرف نزنید. اینکه در مورد میزان درآمدتان و میزان سرمایه‌تان حرف بزنید یا درباره اینکه ماشین یا لباس جدیدتان چقدر میارزد یا حقوقتان افزایش پیدا کرده اصلا با کلاس نیست. در مورد میزان درآمد پدر و مادرتان، همسرتان، دوست صمیمیتان یا هر کس دیگه‌ای صحبت نکنید. این کار اصلا با کلاس نیست و هرگز از دیگران در مورد میزان درآمدشان سوال نکنید. با کلاس بودن یعنی احترام گذاشتن، اعتماد به نفس داشتن و واقعی بودن. لازم نیست ادای کسی رو در بیارید. خب نظر شما چه رفتاری باعث میشه به نظرتون یه نفر با کلاس بشه؟ توی کامنت ها بگید تا با هم بحث کنیم. یادتون نره لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید.